سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به درس دیگری از آموزش برنامه افتادسک روید. دوستان عزیز، در این درس ما خواستیم با شما یک فایل را باز بکنیم، برای خودمان اضافه بکنیم با شابلون وند روید که در درس گذشته به شما نشان داده بودیم و در درون شابلون یک چند چیز اساسی که داره به شما نشان میدیم و در درس های آینده شروع میکنیم برای خودمان اضافه کردن اوروینا، آسیاد کردن و شروع میکنیم از کشیدن فوندامنت و چیزایی که محصولاتی که در ساختمانی ما لازمه، فوندامنت، دیوال و دیگر چیزایی که هسته، شروع میکنیم مدلی روید کردن این محصولات. دوستان عزیز، چنانچه در درس های گذشته گفته بودیم، ما اگر فایل برای خودمان داشته باشیم کانوپه اد کریت میزنیم و هنوز با شما ما یگان فایل برای خودمان اضافه نکردگیم، میزنیم کانوپه سازداتا و وقتی کانوپه سازداتا زدیم در اینجا شابلونی را که گفته بودیم تا نه، شابلونایی را که برای خودتان میتونین انتخاب بکنین، در روی هر شابلونی که خواستین کار میتونین کرده، ولی شابلونایی که بر استاندارد مثلا روسیه یا تاجیکستان توغری بگیره، شابلونایی هسته که ما برای خود در رویتم برنامه رویتم دباوید کرده که میشه و در درس گذشته با شما دباوید کردن همین شابلونا رو در همین قسم لیست برای خودمون نشان داده بودیم که چه برای خودتان اضافه بکنینش. و ما شروع میکنیم دوستان عزیز با شابلونی کار کردن در روی شابلونی وند رویت که شابلونی وند رویت دوستان عزیز از الکساندر زویف هسته، یکی انجینیرایی که در برنامه افتادسک روید خیلی سالهای زیاد شدگی کار میکنه. خطا نکنم اگر از سالهای 2013 در برنامه روید کار میکنه. برای خچه پلاگین داره، پلاگین بیم ستارتری که نشان دادیم تا نه الکساندر زویفای و شابلونی هم که آماده کرده تمام کارخانه ها هم استفادهش میکنن. پلاگینش هم تمام کارخانه ها هست استفاده میکنه. قسم پولیش هم داره که یا چند فایده های دیگه داره و قسمی بسپلت هم هسته که آدما استفاده میکنن، چه کمپانیه چه هر یک انسان خودش برای خودش استفاده میبره. شابلون وندرویت هم خیلی که گفتم ای الکساندر زویفای نو توصیهتان میتونم در بالای همین کار کنین. کار کردن ایاره که فهماندیم تونه در همه شابلون میتونین کار کرده، مشکل نیسته و هر یک کمپانی برای خودش شابلون خودش داره. شاید در تاجیکستان شابلون خودش باشه، روسیه در شابلون خودش باشه، نه که وقتی شما رویت که یاد گرفتین مشکلی نیست. همه شابلون ده قانون و قاعدش استرکتورش یک چیزه. مثلا یک جا در بیاوی، یک جا تریزر بیاوی و نمیدونم چه خیلی لیست اضافه کنی، چه خیلی پارامترهای لیست پر بکنی، همش قریب یک چیزه. فقط طرز کار کردن لوگیکای رویت که ما بفهمیم اگر در روی شابلون کار کردن برای ما مشکل نیست. شابلون وندرویت انتخاب میکنیم، وندرویت 2020 و ادکریتا میزنیم. کمی صبر میکنیم. ای 2020 بودن شابلون ابنویتش میکنه تا 2024 ای جهتی که برنامه رویت ما 2024 شه. یک کمی صبر میکنیم، ابنویتش میکنه برای ما شابلونی وندرویت الکساندر زویفا باز میکنه و تا فایل ما باز میشه. دوستان عزیز یک چند توصیه های دیگه هم که داریم. بله، الکساندر زویف در چی در کانال یوتیوبیش چی در یک برنامه دیگه هسته به نام استپیک کورسای خوب داره. کورساش هم میتونین کسایی که زبان روسیشون خوبه میفهمن که چی گپ ها رفته است مثلا در ویدیو، میتونن در آمده الکساندر زویف هم کورساش تماشا کنند و خیلی چیزای مفید داره یاد بگیرن. ما میتونیم بگیم که همون استاد اولی ما هم میتونیم انتخاب کنیم که بگیم الکساندر زویف هم یکی استاد اول مانه که ما برنامه های الکساندر زویف خریده یا اینکه تماشا کرده یکم تایش کی بود ای روی همو برنامه آموزش رویت یاد گرفتیم. دوستان عزیز، این صفحه اول استارت ویدی که در بالا دیده استینش صفحه استارت ویدی بر شابلون الکساندر زویفای که در اینجا یه لیست برای ما یا فرمتی را در ته نوشته که فرمتی اصلی را برای ما انتخاب کرده که در اینجا بگیم با مانند رکلام چیز خچه وند روی توچکا رو مانده یا چند اینفرماسیایی که هست میتونین در دوام چشما بدراین یا را بخوانین که چی نوشته چیکار کرده نه که مرام قدم به قدم اینو با شما یاش مثلا یک کمی اینفرماسیای ابو چه نه خدی روید کجه در کورس استپیکش کانال یوتیوبیش و بیم ستارت را یک جا سکچت بکنین، یک جا بخرین، یا چند چیز رکلاموی هسته که داره و دوام چیزایی که در درون شابلونش هسته یا را آیسته با شما میبینیمش.
این صفحه اولی خود برنامه ریویت دوستان عزیز. ما کمتر طرز کار برنامه ریویت به شما توضیح بدیم در این درس. ما به همین بعد درس ما به پایان میرسانیم. ای درس های بعدی اضافه کردن اوروین اوسا شروع میکنیم. خود برنامه وقتی وارد صفحه برنامه ریویت شدین، اگر خواستین که یگان چی را انتخاب بکنین دوستان عزیز، میتونین یک بار اگر کلیک بکنین خودی هر ابیکتی که باشه، جد فرق نداره، تکست های فوندامنت های هر چی هست، یک بار کلیکش کردین انتخاب شدگی مانند افتکد میتونین بالاش تا یک بار کلیک بزنین، یعنی طرف کنوپکه طرف چپی میشکره. بعد اگر به طرف دست راست آوردین شه تا ابیکت چیزی را که انتخاب کردنین کامل در درون همی کوادراتی که میشکه میگیره ماده وارد نشوه، انتخابش نمیکنه. یک ذره حرفا مثلا در بیرون ماندگی انتخاب نمیشه تا اینکه کامل ما همی ابیکت مونه در درون همی بگیم قوسی که میشکه ماده میگیره در این عموده بیایه. این طرف دستی راست بردنش ده. نه که اگر طرف دستی چپ بریم، همه اولین گرانیتسای همی ابیکت من اگر غلطی در درونی همی میشکه انتخابش میکنه ماده. این افتکد هم همه خیبت کسایی که اگر افتکد قطعی شناس باشن میدونن. این ما درس مونه برای چی کم ترک توضیح های زیادتر میتیم. ایجایتی که مانند آدمایی که یگان وقتی و یگان معلمایی که هستن در دانشگاه میری میگن این درس ها را در مکتب خواندگی توضیح نمیتن. نه که انسان شاید در مکتب خواندگی نیسته یا نبوده درس یا نخوانده یا هر چیزی پرابلم مشکلی که داشته یا نفهمیده. برای اون قانون میخوام درس من یه درسی باشه که ما بگیم مثلا اینا شما در مکتب خواندین، اینا شما در افتکد دیده. برای اون تا جای میشه میخوایم ویدیو منم دراز نباشه وقتش و تمامی چیزایی که لازمه برای یاد گرفتن برنامه ریویت به شما نشان بدیم. اگر خواستین ابیکتی که در صفحه اساسی که هستن مثلا عقب بردن پیش بردن ده کلیاسی که میشکره سین عقب بردن تاوش دادن عقب میروه، سین پیش بردن پیشش میکنه. نو کسایی که یگان بازی خطی یا یگان برنامه دیگه خطی کار کرده باشن آسان تره براشون. اگر خواستین یگان امی صفحه مونه جاش طرف راست چپ بالا و پایان بجنبانه میشه، خیلی کلیاسیک در درونش کناپکه داره. تمام میشکا در درونش کناپکه دارن. بالای کلیاسیک اگر بجقین همین ابیکت ما را میقبه، صفحه ما را میقبه. اساسا یگان ابیکت عدل نره نمیقبه، صفحه مونه بالا و پایان جمانده است میشه. ای چیزی که دیگه ای که گفتیم، اگر مثلا صفحه مونه بردیم ای پرده ماندگی میخوایم مابین بیاید، همون کناپکه که در درون کلیاسیک دو بار میزنیم شه، بالاش را کلیک میکنیم، صفحه مابین ما را میاره برای ما باز میکنه. بعد در این بالا خیلی که دوستان عزیز دیده سن همین صفحه را که ما در درونش ایستادگیم استارت وی در شابلون الکساندر زویفای. ما مثلا میریم در این طرف دستی راستمون دیسپچر پروژکتی که هسته، گفتیم تمامی لیستامون، تمامی پلانامون، فسادامون، همه چیمون در همین درون ما هم میتونیم یافته، هم میتونن جایگیر شدگیان. مثلا داره اتاژ یکم، بالاش یه بار دو تا کلیک میزنیم، اتاژ یکم باز شد. در اینجا میبینیم که دو دانه لینیای ماندگیان. این ایجاتی اپارنی پلاسکستی که میگنش پروس لینیا را مانده، به خاطر که همیجا شروع کنیم در شابلونش الکساندر زویف مانده، به خاطر که صفحه سفید خالی نباشه. ای همیجا آسای بوکوینی آس و صفرینی آسی که هست، رقمی و حرفی که هست، ای همیجا شروع کنیم نقشه کشی مانه. این برای هم خیر ماندگی ایجا میتونه لیستی سفید خالی باشه. این یگام چیزی برای ما معنی خاصی نداره. در این صفحه مونم که وقتی اتاژ یکم روی کردیم، پلان نیستوشی کنستروکسیا اتاژ یکم بالا دا میبینیم که یکی اکاشکای دیگه بگیم پیدا شد که اتاژ یک در اوروینی مثلا پلوسی 0 از 10 از 100 000 در اینجا استارت وید هم عدل نه هسته. اگر ما خواستیم بین ویدی یکمگی و ویدی دیمگی بریم، اگر لازم شد ابرد نبگردیم، بالا هم دیگه بار کلیک میکنیم میدرایم. اینجاش اگر کلیک بکنیم در ای چیمون میدرایم و وقتی ما مثلا اتاژ دیم اگر باز کردیم در بالا یک تا دیگه با اضافه شد، اتاژ مینوس یک باز کردیم با اضافه شد برای ما میتونه تا همین آخر چند قایی که لازم باشه اگر برای خودمان اضافه کنیم. ولی دوستان عزیز از جهتی که در اینجا وقتی اگر بالا در زیادتر اکاشکای برای ما پیدا بشوه، کمی برای ما مشکل میشوه که بین اکاشکا در پریده طرف راست چپ کار کردن. ما رو در اینجا کنوپکای دیگه را ماندگی که ما کنوپکا را میتونیم بچخیم. تمام لیستی که اکاشکایی را که ما هوی کرده که پلان فساد 3D ما در اینجا یارا میبینیم شه. اینا در اینجا نگاه کردن میتونیم شه. ولی توصیه ما را به شما همیه که تا جای میشوه کام
پلان و کام لیستی که لازم تا نیست ای همیجا محکمشان بکنین. محکم کردنش همیه که یا کرستیک میزنین یا هم کنوپکایی که درون کلیاسیک هسته بالاش یک بار میچخین، همین ویدیویی که لازم تا نیست محکم میشوه. باید طرز دیگه اگر محکم شویش هم که داره، در پنل 20 رو داستو ما مثلا از یک چند چیره دیگه باز میکنیم برای شما را. یک چند تا اکاشکا را برای خودمان باز کردیم. در پنل 20 رو داستو داره که ذکرید نی اکتیو نی وید. این کنوپکا برای ما را چیکار میکنه؟ ما در درون یمی اتاج دیگه میم، یعنی دیگه پلانایی را که ما در درونش نیستیم، یکم پلان اتاجای فسادای هر چیزی هسته ما استفادهش نکردیم، همیش که ما استفادهش کردیم همین را برای ما را گریان بمان و بقیه اینا را خاموش بکه. و چه خیلی که شما میبینید اتاج دیگه ایستاد، بقیه اکنون خاموشید، زودتر خاموشش کردیم. ما میتونیم که بالاش دا کرستیک بزنیم کامش که لازمانه بکشیمش. دیگه اگر همش لازمانه نباشه هم بالا میزنیم نی اکتیو نی ویدیو منا خاموش میکنیم شنا. یا اینکه بالا یک تا دیگه پنل دیگه هست اسمین اکون، یعنی همو صفحه‌ای را که ما باز کرده گیم یک چند تا ای بالا را مدت نشان میده، پیشکش میکنه که میتونیم اینجا بین دیگه مثلا پلانی مینوس یک میتاش پلانی یک میتاش هم یاده بپریم بگیم در درونی یا وارد شده کارهای خودمانه انجام بدیم. دیگه دوستان عزیز در طرف هم دستی راست دستی چپ ده دیسپیچر پروژه ده اتاج یکم اتاج دیگه مینوس یکم پلانایی که ما در بالاشان ای درس های بعدی کار میکنیم در همینجا جای گیره. دیگه چی چیزا داره در اینجا که ما میتونیم به شما توضیح بدیم؟ مثلا ارکیتکتور در بالش پلوسیک داره، پلوسیک زده یعنی در درونش یکم چیزی جایگیر شدگی ای. ما وقتی پلوسیک میزنیم درختی درون ارکیتکتور باز میشوه، داره پلان اتاجی 3D وید، فساد و غیره چیزا. کامش که در برش مینوس ای یعنی اینکه باز شیدگی اوج درختش اینه در تحت دستین، مثلا وستاچنی، زاپدنی، سیورنی، یوژنی، فساد امیا گریونای میتونیم با مینوس بزنین محکمش بکنین. هر کدام ویدیویی که شما در لازم نیسته، مثلا قسم ارکیتکتور داوز ما کار نمیکنیم، ما در امی پلان نیستوچ کنسترکسیا رفته چی 3D باشه چی فساد باشه هر چی باشه در امی قسم حاضرش را کار میکنیم. ما مثلا ارکیتکتور رو میتونیم مینوس بزنیم و نالازمی ویدیو را ایجا محکم بکنیم و همانته. مثلا موضوع لیگند ده او خما دازی اکناش لازم نیست، در درس آینده که چیکار میکنش میگیم مینوس هم میزنیم برای خودمون مایدش میکنیم. ویدم سپسیفیکاسیا گروپ وید دیگه سپسیفیکاسیایی هسته که ما میتونیم برای خودمون چی سپسیفیکاسیا بسازیم یا چی سپسیفیکاسیایی که در امی شابلون الکساندر زویف هسته برای خودمون کپی کرده در لیست خودمون دباویتش بکنیم. این هم حاضر لازم نیست مینوس هم میزنیم. مثلا لیست اگر لازم باشه میمونیم، نباشه اگر مینوس میزنیم محکمش میکنیم برای خودمون. صفحه مثلا چیزایی که چشمی ما را غم میته یا چیزای زیادی را میبینیم که لازم نیست برای خودمون محکمش کردیم. در طرف دست راست سوایس ودا گفته بودیم تا یک بار دیگه تکرار میکنیم. وقتی من هیچی را انتخاب کرده نباشم سوایس وای امی صفحه اساسی را که من در درونش هستم و همون صفحه اتاج یکم در اتمت پلوسینال از 1000 مثلا 000 در همین جایم سوایس وای همون را نشانم داده سه. وقتی ابیکت ما انتخاب کردم سوایس وای ما علی شد و تمام خاراکتریستیکا و سوایس وای همون ابیکتی انتخاب کرده که مرا نشان داده سه. فکر میکنم به همین دوستانی عزیز درس ما به پایان میرسانیم. یک چند چیز اساسی که بعد برای خودمان اضافه کردیم. یک چیزی دیگرش هم هست. ما از شابلون الکساندر زویف در پروژه ما وقتی دباوید کردیم ما فایل خودمان سخرانی نکردیم. یک جا سخرانی کردنش هم میبینیم که هر دفعه دیگه نگه ما را شابلون ابنوید کردن لازمه یا شابلون نو هم برای خودمان اضافه نکنیم، هم درباره یک فایل کار کرده دوام بدیم تا رزولتات کار خودمان ببینیم که اگر از دنیا ساخته است باشیم یا چی ساخته است باشیم هر روز کاری کرده خودمان در بالاش سخرانی کنیم. در اون فایل در آمده کنوکای سخرانی تمام میتونیم بزنیم ایجت که یک کم بار فایل مونده کار کیسه میپرسه که مثلا در کجا سخرانیش کنیم. من میگم در ابا چیستال سخرانیش که نامی پروژه مثلا پروژه میتونیم اون پروژه یک نیجنی پچار کیوانی مثلا شاکی راو میمونیم شه تمام فایل مون میزنیم در ابا چیستال ما سخرانی چید و هر دفعه ما همون فایل کار کردگی خودمون باز میکنیم و در درس دیگه درس بعدی که ما شروع میکنیم ای آست دیگه چیزامون طرز باز کردن فایل خودمون به شما نشان میدیم که طرز درست چه خیلی طرز هسته که فایلمون باز کنیم.
به همین درس دوستان عزیز به پایان میرسانیم. تا درس بعدی شما را به خدای مهربان میسپاریم.